و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما در رابطه با برخی از بدعت ها و خرافات هایی که در این روز عاشورا بعضی و عده از مردم انجام میدهند، لازم است اینکه بیان کرده بشود و کسانی که این را میشنوند به دیگران برسانند تا اینکه از این بدعت و خرافات دوری بکنند. بدون شک چونه که بیان کرده شد که روز عاشورا روز عبادت است. روز عاشورا روز پیروی کردن با موسی علیه السلام و اتباع از موسی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. روز عاشورا روزی نیست که مخالفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرده بشود، بلکه باید که موافقت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اتباع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باید کرده بشود. متاسفانه عده از جهال این روز را جشن‌هایی میگیرند و در این روز طعام‌های خاص درست میکنند که خالی از بدعت و خرافات نیست. این در مورد روز عاشورا عده از مردم تا این درجه را گمراه شده هستند که روز عاشورا را یک موسم عید و خوشحالی و طعام درست کردن و از قبیل همین خرافات و بدعت ها انجام میدن. بدون شک این طایفه گمراه شده هستند، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این روز را به این شکل استقبال نکردند. آیا موسی علیه السلام طعام درست کردند؟ آیا موسی علیه السلام این روز را همچون یک روز عید را جشن گرفتن یا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ پس اینها همه چی هستند؟ این جشن گرفتن و طعام خاص درست کردن بدعت است و کل بدعت ضلاله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که کل بدعت ضلاله، هر بدعت سرانجامش است ضلالت و گمراهی است و کل ضلاله فی النار، و هر چه سرانجامش که ضلالت و گمراهی باشد سرانجامش است جهنم است و آتش جهنم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی عملی را انجام میدهد که او عملی ما نباشد، کرده ما نباشد، طریقه ما نباشد، پس او مردود است. و اما طایفه دیگری که مخالفت ها انجام میدهند و بدعت و خرافات و شرکیات انجام میدهند در روز عاشورا و این روز را روز ماتم و حزن و غمگینی و روز نوحخانی قرار داده هستند به خاطر شهادت حسین ابن علی رضی الله عنهما. این طایفه شیعه ها است. این طایفه شیعه ها این روز را که روزه میگیرند همچون حزن، همچون غمگینی، همچون نوحخانی جشن میگیرند و عملهای جاهلانه را اینها در این روز شکر میکنن، در بین خودشان آشکار میکنن و ظاهر میکنن و پخش و نشر میکنن. میبینی که یک دیگر را اینه که به زنجیرها میزنن و گریبانها را اینه که میدرانن و قصیده ها و شعرهای غمگین آمیز و نوحخانی های کذب و دروغ اینها این روز را جشن میگیرن و به این طریق خودشان را جدا میگیرن. بدون شک اینها جدا شدگی هستند بدون ایران و باز در این روز خودشان را جدا میگیرن که اینها از ملت اسلام نیستند، از طایفه‌ای که پیروی قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشد از اون طایفه نیستند. و یک دلیل واضح است برای کسانی که همین طایفه مشرک را و طایفه گمراه را از جزء مسلمان ها قرار میدهند. آیا همین اسلام است؟ آیا این شکلی که اینها جشن میگیرند موسی علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین شکل میکردن؟ حتی یهودی که این روزا میکردن به این شکل میکردن. از یهود بدتر اینها ببین که چگونه یعنی که عملها را در این روز انجام میدن، چگونه عملها را در این روز انجام میدن و چقدر لعنت ها بر اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کربلا و در قم و در جایی که زیارتگاهی که از امام رضا است در ایران، چقدر یعنی که توهین و لعن به اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این روزها اینها انجام میدن. پس اینها از این جهت گمراه شدن. الله سبحانه و تعالی میفرماید که فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این روزها شما بر نفسهاتون ظلم نکنید. اینها باشن بر نفسهاشون ظلم میکنن، اینها باشن خودشون را میزنن، اینها باشن گریبانهاشون را میکنن، اینها باشن به زنجیرها، یعنی که چه عملهایی بدی که به خودشون انجام میدن که یک ظلم به جان یک شخص است. الله میفرماید که فلا تظلموا فیهن انفسکم، در نفسهاتون الله میگه که ظلم نکنید، اینها ظلم میکنن. پس این طایفه از این جهت گمراه شدن، در حالی که اینها امیر رویشون را، امیر راهشون را کاری خوب میدونن. و اما الله عزوجل اهل سنت و جماعت را الله هدایت کرد و کی اونها این روز را استقبال میگیرن، این روز را روزه میگیرن به همون طریقه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی که در این روز را استقبال کردن و
روزه گرفتن، بدون کدام یکون مشابهت کردن با یهود، بدون اینکه با کدام خرافات انجام بدهند. الله سبحانه و تعالی اهل سنت و جماعت را هدایت کرد و اونها به طریقه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روان هستند در این جهت که چگونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استقبال کرده است از قبیل روزه گرفتن و همچون شکر برای الله عز و جل، همچون تعظیم برای الله عز و جل و همچون پیروی با موسی علیه السلام که این عمل را انجام دادن و موسی از شما در یهود نزدیکتر است. اهل سنت و جماعت به این شکل که انجام میدن و از آنچه که از بدعت و خرافات است الحمدلله والمنه دوری و اجتناب میکنن. و همچنین باید که بیان کرده بشود که عبادت خاص در این روز نیست، در روز عاشورا عبادت خاص نیست الا مگر روزه گرفتن و همچنین ثابت نیست اینکه در این روز عاشورا شبشان را زنده بدارن، چون عده‌ای از کسانی هستند که این بدعت انجام میدن که شب روز عاشورا را زنده نگه میدارن، در حالی که هیچ ثابت شدگی نیست در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فقط تنها آنچه که ثابت شدگی است این روزه گرفتن روز عاشورا هست و یا اینکه همچنین روزه گرفتن یک روز پیش از عاشورا یا که یک روز بعد از روز عاشورا همراه عاشورا. بارک الله فیکم. الله عز و جل همگی ما و شما را توفیق بدهد که این روز را روزه داشته باشیم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.